پشت پرده برنامه پرحاشیه عشق ابدی فاش شد. چند تا دختر و پسر جوون واسه پیدا کردن عشق زندگیشون واسه چند روز دورم توی ویلا جمع شدن و باید نیمه گم شدهشون رو پیدا کنن. جایزه زوج برتر $30,000 یا 2,500,000,000 تومانه که باعث شده 2 تا بازیکن وسوسه بشن و تظاهر به عشق و دوست داشتن بکنن و هر جور شده جایزه رو ببرن. از ابراز احساسات الکی بگیر که صدای همه رو در آورده. شاهین تا دو به همزنی. برو از امشب، یعنی از الان تا شب ببینم میتونی برش دار. و رأی دادن به دوست صمیمی برای حذف شدن. فرشاد حذف، کاندید حذف فرشاد. البته قضیه به اینجا ختم نمیشه و مخاطبا رو خیلی بیشتر از اینا گول زدن، چون برخلاف ادعای سازنده برنامه که هیچ کدوم همدیگر رو ندیده بودن، بیشتر بازیکن‌ها از قبل همون میشناختن و دوست بودن که بعضی جا هم خودشونو لو دادن. خوبی عزیزم. فدات شم. هدف برنامه و واقعی یا الکی بودن مسابقه در نهایت مشخص میشه. ولی تا الان به نظر شما بین شرکت کننده ها تو برنامه نگار خانم نقش بازی میکنه یا تمیاز خانم؟